این حادثه فاجعه بار روز 8 می رخ داده است. یک منبع از ریاست مرزبانی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در نتیجه این صدمه لیتنانت کلان عبدالرحمن میرزا شریف جان خود را از دست داده است. با گفته منبع هنگام سفر به دیدبانگاه دهنه ماشینی که او سوار بود ناگهان از کار میماند و به چقوری 200 متر سرازیر می شود. عبدالرحمن در نتیجه سخت جراحت برداشته در جای حادثه هلاک می گردد. منبع افزود که حالا تفتیشات این قضیه از جانب دادستانی گرنیزان حربی شهر کولاب ادامه دارد. لب دریای پنج راه ساخته ایستادند. در گذشته این منطقه کس ناگذر بود و جر و تپه های بسیار دارد. از سوی دیگر باشد دریای پنج است. لیتنانت کلان عبدالرحمن میرزا شریف با یک نفر دیگر با جیپ موسی به دیدبانگاه دهنه که در همین منطقه جایگیر است میروند و ماشین از کار میماند و همراهش از ماشین میپرد و او همراه ماشین در یک چقوری میرود که 200 متر بوده است و در همونجا زخمی شده میفافتد، گفت مصاحب ما. عبدالرحمن میرزا شریف ساکن دهه سرمیدان ناحیه مومن آباد بوده است و جسد او را روز 9 می در قبرستان همین دهات به خاک سپردند. یکی از ساکنان دهه روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالرحمن جوان نمونوی و دوست داشته ساکنان این دهه بود. با گفته او عبدالرحمن همگی 2 ماه پیش ازدواج کرده بود و آرزوهای زیادی برای آینده داشت. موضعی که صدمه در آن رخ داده است چند سال باز زیر ساختمان راه سرحدی قرار دارد. مقامات ناحیه شمس‌الدین شاهین 1 سال پیش گفته بودند که با انجام پره ساختمان راه نظارت سرحد کاملا به دست نیروهای مرزبانی خواهد گذشت، ولی تا حال معلوم نیست که ساختمان راه کی به آخر میرسد. این زمان چند دیدبانگاه و اتریت سرحدی به این منطقه کوچانیده شدند و مرزبانان اکنون به خط سرحدی افغانستان نزدیکتر هستند. این اولین حادثه تلفات جانی در میان افسران و سربازان در مرز نیست. مقامات پیشتر نیز از هلاکت خدمتچیان حربی در نتیجه صدمه‌های مربوط به راه و شرایط دشوار کوهی و بی احتیاطی خبر داده بودند.